سلام دوستان، آموزش امروز کیک دبل شاکلت. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شیر سرکه رو با هم مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. بیکینگ پودر رو با آرد قاطی میکنیم. داخل ظرفیه تخم مرغ رو میشکنیم و وانیل رو بهش اضافه میکنیم. با همزن مقداری میزنیم و بعد بهش شکر رو اضافه میکنیم. کاملا مخلوط میکنیم به حدی که کشدار و کرم رنگ بشه. حتما در حین هم زدن ظرف رو دورگیری کنید تا بعد کیکتون روی ذهن تخم مرغ نگیره. به این مرحله که رسید شیر و سرکه‌ای که کنار گذاشته بودیم رو به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم و بعد روغن رو به مواد اضافه میکنیم. در حدود 1 دقیقه هم میزنیم. شکلاتی رو که به روش بنماری ذوب کردیم به مواد اضافه میکنیم و بعد آرد رو در 3 مرحله روی مواد الک میکنیم. با لیسک یا همزن دستی به آرامی و دورانی هم میزنیم. بعد در قالبی که کفش رو کاغذ روغنی انداختید میریزید. با قاشق میتونید سطح روی کیکتون رو صاف کنید که کیک صافی داشته باشید. بعد از پخت از قالب جدا میکنید و کاغذ روغنی رو از روش برمیدارید. برای لایه وسطش من از پنیر خامه‌ای و خامه و شکلات استفاده کردم. شما هر فیلینگی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. پنیر خامه‌ای رو با همزن میزنید و بعد بهش شکلات ذوب شده رو اضافه میکنید. میتونید مقداری پودر کاکائو هم به مخلوطتون اضافه کنید و یا هر اسانسی که دوست دارید میتونید به مواد اضافه کنید. و بعد که مخلوطتون درست شد داخل قیف فریزید و کیکی که به 3 لایه یا 2 لایه تقسیم کردید وسطش رو از مواد بریزید. من موزای حلقه شده هم وسط کیک ریختم. شما اگه دوست ندارید میتونید نریزید. کیک رو میتونید قبل از اینکه کرم رو براش بزنید مرطوب کنید، مخصوصا اگه همون روز نمیخواید از کیک استفاده کنید. کیک رو قشنگ پوشش میدید با کرم و بعد میتونید از پودر همون کیک که جدا کردین برای تزیین استفاده کنید. انشاءالله که درست کنید و راضی باشید. نوش جان. خیلی خوب اومده. دوست داشتید لایک بدید.